شماها مثل منید یا نه؟ من فکر میکنم من تنها اینطوریم. صبح با پیامک بانک و طلبکار و قسط و قرض از خواب بیدار میشم. توی طول روز بودو برای اینکه اینها رو فراهم کنی و جواب بدی. شب که میخوای بخوابی هم باز پیامک و استرس چیک و هزار کوفت و زهرمار. خب من فکر میکردم که من تنها اینطوریم، اما خب با دوستان و رفیقان و همسایه ها اینا صحبت کردیم، دیدم همه مثل من. خب ما تا کی میخوایم اینو تحمل کنیم؟ چطوری میخوایم تحمل کنیم؟ باور کنید خسته شدم. من که خسته شدم دیگه، بریدم، نمیدونم باید چی کار کنم. تا کی باید تحمل کنم این همه فشار رو؟ اصلا نه، چقدر دیگه من میتونم زندگی کنم؟ برای کدوم آینده؟ برای آینده نامعلوم. حتی نمیدونم که آینده بچه ها و خانواده‌ام چطوری میخوام فراهم. طلبکارم که تماس میگیره و پیام میده، نه از روی عشق و حالش باشه، از روی اینکه اونم بدهکاره، اونم قرض داره زنگ میزنه و پیام، و ما همه شرمنده همدیگه ایم. حرف دیگه برای گفتن ندارم.